دوخت همه پارچه ها مثل همدیگه نیست. بعضی از پارچه ها تکنیک های خاص خودش رو داره که بتونی اون ظرافتی رو که باید توی دوختت داشته باشی اجرا کنی. یه نمونه از این پارچه ها، ببین پارچه های لطیف و ریزش دار هستش. ببین ما اجازه نداریم این درز ها رو سردوز کنیم، مخصوصا زمانی که مدل طوری هستش که این لبه دیده میشه. بیاین تا تکنیکش رو بهتون بگم. برای لبه پارچه های لطیف بایستی به این روش بچه ها کار کنیم. مقدار زاپاسی که گذاشتیم برای پارچه لطیف معمولا 1 تا 1 کنیم. شما همون 1 سانت هم بزنیم برای این روش کافیه. به اندازه همون 1 سانت تا میزنیم. سوزنمون رو درست در لبه کار قرار میدیم. اینجا رو نگاه کن، ببین لبه کار طوری که این دو لایه بسته در راستای این لبه چرخ قرار بگیره و یه نیش دوخ خیلی ظریف انجام میدیم. اینجا ببینید، ببین دقیقاً روی لبه کار شما بایستی بدوزین. هر چقدر شما از لبه دوخت رو زده باشین ظرافت کارت بیشتره. ببینید اینقدر ظریف باید دوخته بشه. بچه ببینید زمانی که دوخت رو زدین اضافاتی رو که در قسمت کناری دوخت قرار داره باید کاملا خالی کنید. ببین هم مواظب باشین که دوخت رو قیچی نکنید با فاصله 1 میل تا 2 میل. بازم میگم اگه میخواین ظریف باشه خیلی بایستی با دقت و ظرافت این قسمت ها رو قیچی بزنین. تا انتهای کار ما کار قیچی کردیم. حالا برای برگردوندنش باز به همین ظرافت باشه. من اینجای نخ رو قیچی نکردم که کمکم کنه برای کشیدنش زیر پایه چرخ. به این شکل بایستی من اینو تا بزنم. ببینید این نخ رو نگه میدارم، به این نخ نگه دارنده رو دستا میگیرم و به آرومی دوختم رو انجام میدم. ببینید بچه به خیلی ظریف. اینجا رو ببینید چقدر لطیف و مرتب دوخته شده. بریم باشه. این روش که براتون گفتم برای لبه پارچه بود. حالا برای درز پارچه لطیف به چه شکل هستش؟ ببین 2 تا درز رو 2 تا لبه رو کنار هم قرار میدیم، روی پارچه رو روبروی خودت قرار میدی و زاپاس دوخت این روش بچه نباید بیشتر از 1 سانت باشه. این 2 تا رو کنار هم قرار میدم. به این شکل خب به اندازه نیم یا 7 میل دوخت رو میزنم. در پارچه های لطیف زمانی که دارین دوخت میزنید چون کار پیش بر ممکنه لایه زیری رو به سمت خودش بکشه، شما باعث حتما از قسمت پشت پارچه رو هدایت کنید که جمع نشه. ببینید من میکشم که دوختم کاملا صاف باشه و چروک نشه کارم. دوخت رو از رو زدین، ببین باز اینجا رو باید سبک کنید. به اندازه 2-3 میل ازش نگهدار بقیه‌اش قیچی کن. ببینید به این شکل اضافات دوخت رو قیچی میکنم تا انتهای کار. باشه ببین تمام مسیر دوخت رو با زاپاس 1 یا 2 میل انجامش دادیم. حالا پارچه رو برمیگردونیم به پشت کار. الان اینجا پشت کار هستش و اون 1-2 میل که هستش باید داخل درز قرار بگیره. خیلی ظرافت باید توی کارهای ظریف انجام بدین که دوخت تمیزی داشته باشه. ببین روی لبه
فیکسش میکنید. به این صورت با حوصله آروم آروم درج رو بدوزین که دوخت تمیز به شما بده. تا انتهای کار رو به همین شکل و به همین ظرافت دوختش رو میزنیم. اینم پایان کار. ببینید این داخل کاره و اینم بیرون کار. تمیز مرتب از داخل و از بیرون تمام درزها پوشیده شدن. به این درز فرانسه میگن که برای پارچه‌های لطیف استفاده میشه.